رسول مبارک صلی الله علیه و سلم می فرماید که المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار. وقتی که میگه مسلمانان از دوزخ نجات مییابند، در کنار یک پل بین دوزخ و بهشت در اینجا اینا متوقف میشن. اینجا یارا اینجا در حالت انتظار میمونه. خیلی پل خطرناک هست. از او ظلم هایی که در دنیا بر علیه یک دیگر خود کرده، اول در سر از این پل تصفیه حساب میشه و هر وقت که اینجا تصفیه حساب شد، پاک و پاکیزه شد، بر اونا اجازه دخول به بهشت داده میشه. متوجه باشین عزیزان، چون این نیست که در جنت کسایی که مستحق جنت هستن رفتن در جنت نشستن. نه خیر. اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم یاد میکنه، میگه فوالذی نفس محمد بیده، قسم به ذات پاک که نفس محمد، جان محمد صلی الله علیه و سلم به دست بلاکیف او است. هر کسی مسکن و ماوای خود در بهشت از خانه که در دنیا در زندگی میکرده از او که بهتر میشناسه که فلان جای ما است، فلان خانه ما است. الله سبحانه و تعالی ما شما را، مساکین ما را در منجا بسازه. پس وقتی که مسلمانان از دوزخ نجات مییابند، در کنار یک پل بین دوزخ و بهشت در اینجا نگاه میشن. اینجا اینا را استاده میکنه الله سبحانه و تعالی، به ملکا امر میکنه که یارا در اینجا منتظر بان و اونا از ظلم هایی که در دنیا با یک دیگر کردن تصفیه حساب میشن و هر وقت که پاک و پاکیزه شدن، بعد از او برشان اجازه داخل شدن به بهشت داده میشه. و این کارا کلش در کجا میشه؟ بقنطرة. کدام قنطره؟ در پل قنطره بین الجنة و النار، که در بین جنت و در نار است. سبحان الله. و سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست. هر کسی که مسکن و موایش در بهشت بره، بهتر از خانه خود در دنیا میشناسه. در این حدیث مبارک در روز محشر دو پل وجود داره. پل عمومی که در اوج اهل محشر به استثنای یک عده بسیار معدود که بدون حساب کتاب به بهشت میرن، که درباره ازی قبلا ما صحبت ها کردیم، بدون ازی به استثنای ازی مردم، اما مردم از این پل عمومی تیر میشن. کسایی که مستحق دوزخ باشن در دوزخ میفتن و مؤمنان از سر از این پل عبور میکنن. بعد از گذشتن از این پل به یک پل میرسن که خاص برای مؤمن است و بین دوزخ و جنت قرار داره و در اینجا حقوق را که مؤمنا به یک دیگر دارن تصفیه حساب میکنن و بعد از ادای حقوق یک دیگر از این پل تیر میشن و به دروازه بهشت میرسن و در اینجا است که بر اونا گفته میشه سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سبحان الله. اللهم اجعلنا منهم یا رب العالمین. حقوقی در اینجا مورد تصفیه حساب قرار داده میشه حقوق جزئی است که بین دو طرفین باشن. به طور مثال یک نفر سیلی زده و او ایره سیلی محکمتر زده، یعنی وام سیلی زده مگه محکمتر زده، یعنی تو حقوق در اینجا تصفیه میشه. و یا کسی دیگر را یک نفر یکی را دشنام میته، مگه او دشنام شدیدتر میته از این دشنام کرده، پس بین اینا تصفیه میشه. و مثل از این بحث های کوچکی که در بین انسان ها صورت گرفته تا مورد عفو یک دیگر قرار بگیرن و بعد از ادای حقوق اونا به بهشت میرن. الله سبحانه و تعالی ما شما را در بهشت یک جا بکنه. الله سبحانه و تعالی از خطاهای ما در بگذاره. الله سبحانه و تعالی در این دنیا حسنات نصیب ما بکنه و در اون دنیا
حسنات نصیب ما بکنه. آمین یا رب العالمین.